به هر طرف که میچرخم، به هر طرف که نگاه میکنم، سیستم در کنترل است. همه چیز بر اساس کتاب است. من نیاز به استراحت دارم تا بتوانم روحم را آزاد کنم. اما همه چیز بر اساس کدام کتاب است؟ خب این عهد عتیق انجیل است. پس آیا مایکل همان فرشته آخر زمانی معروف، یعنی مایکل یا به عربی میکائیل است که تمام ادیان آمدنش را وعده داده بودند؟ در عهد عتیق دانیال 10 یهوه به دانیال ظاهر می شود و می گوید که صدای تو را شنیدم، اما به مدت 21 روز با شاهزاده ایرانی در جنگ بودم تا اینکه مایکل به کمکم آمد. اکنون به تو خواهم گفت که در آخر زمان چه روی خواهد داد. دوباره باز خواهم گشت تا با شاهزاده ایرانی بجنگم و در این نبرد مایکل همراه من خواهد بود. حالا حتما کنجکاوید که این شاهزاده ایرانی کیست که خالق این جهان 21 روز در نبرد با او بود اما نتوانست او را شکست دهد. خب بدون شک اگر مکان ساخت معبد سوم را بدانید، این شاهزاده ایرانی را خواهید شناخت. هرچند که ذهن همه شما به سمت اورشلیم و مکان قبلی معبد اول و دوم رفت. اما چه می شود اگر به تو بگویم که این مکان در محلی قرار دارد که فکرش را هم نمی کنید؟ بله، فکرش را هم نمی کنید، زیرا این مکان ایلام است. چرا که الوهیم یا همان یهوه در ارمیا این گونه می گوید: من تاج و تخت خود را در ایلام خواهم گذاشت و از آنجا پادشاهان و امیران را هلاک خواهم کرد. اما طبیعتاً قبل از آن باید تاج و تخت یعنی معبد سوم بنا شود و این یعنی ابتدا باید ایلام فتح شود. بنابراین در 3 آیه قبل میگوید ایلام را در هم خواهم شکست، بر ایشان بلا خواهم آورد، من آنها را با شمشیر تعقیب خواهم کرد تا زمانی که آنها را به پایان برسانم. اما چرا این همه خشونت از خدای مشهور به عشق و محبت؟ در واقع اگر با دقت انجیل را بخوانید متوجه یک موضوع خیلی مهم می‌شوید. از یک طرف شخصیتی مهربان را دارید، کسی که گناهان را می‌بخشد، انسانیت را دوست دارد و به ما امید به نجات می‌دهد. اما از سوی دیگر شخصیتی پر از خشم دارید، کسی که دستور جنگ، کشتار جمعی و مجازات‌های نابخشودنی را می‌دهد. به نظر میرسد شما در مورد 2 شخصیت مختلف مطالعه میکنید، درست است؟ خب شاید به این دلیل است که واقعا در مورد 2 شخصیت مختلف مطالعه میکنید. دوگانگی خدا در انجیل یکی از نادیده گرفته ترین و البته بحث برانگیزترین موضوعات تاریخ است. بیش از 2000 سال به مردم آموخته شده است که یهوه خدای عهد عتیق همان خدای عشقی است که توسط عیسی موعظه شد. اما اگر این تمام حقیقت نباشد چه؟ در عهد عتیق ما در مورد خدایی می‌خوانیم که تمدن‌ها را از بین برد، تا او فرستاد، دستور نسل کشی کودکان را داد، شهرها را به خاکستر تبدیل کرد و جهان را غرق آب کرد. و گویا این آن شخصیت مهربان و بخشنده‌ای نیست که درباره آن شنیده‌اید. و اینجاست که عجیبتر هم می شود، زیرا نه تنها خدای عهد جدید یعنی فرستنده عیسی اصلا شبیه یهوه نیست، بلکه برخلاف اینکه نام یهوه 6828 مرتبه در عهد عتیق آمده است، عیسی حتی 1 مرتبه هم نام او را به زبان نیاورد. جدای این 10 مورد وجود دارد که عیسی مستقیما اجرای دستورات او را منع می کند. برای مثال در تورات به قصاص حکم داده شده است، یعنی چشم در برابر چشم، دست در برابر دست. اما عیسی میگوید شنیدید که گفته شده است چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان. اما من به شما میگویم که در برابر بدی مقاومت نکنید، بلکه هر که به گونه راست شما زد گونه دیگر را نیز به او بازگردانید. و اگر کسی کت تو را برد، جامه خود را نیز به او بده. عیسی درباره خدای عشق، بخشش، گذشت، لحنی کاملا متفاوت صحبت می کند. مسیحیان اولیه نیز متوجه این تناقض بودند. در واقع گنوسی ها یا کاتارها معتقد بودند که یهوه اصلا خدای واقعی نیست. حالا بیایید یک لحظه مکث کنیم و به این فکر کنیم.
چه می شود اگر خدایی که مردم در تمام مدت آن را پرستش می کردند خالق واقعی نباشد؟ و اگر خدای واقعی، خدای نور، عشق و حقیقت، هزاران سال تحت شعاع این روایت نادرست قرار گرفته باشد چه؟ در واقع اگر متون بیشتر یاران عیسی را بخوانید متوجه خواهید شد که آنها خالق این جهان را موجودی به نام دمیورج می‌نامند. و دمیورج خالق برتر نبود، بلکه کسی بود که جهان مادی را برای به دام انداختن چیزی که آن را روح می‌نامیم در فرم فیزیکی خلق کرد. گنوسی‌ها بر این باور بودند که خدای واقعی بسیار فراتر از یهوه، پنهان و ناشناخته است و وظیفه بشریت رهایی از کنترل یهوه برای کشف حقایق بالاتر است. اما چرا همه مردمی را نمی‌دانند و این حقیقت به مردم آموزش داده نمی‌شود؟ زیرا در سده 3 میلادی به عمد خدای داوری و نابودی و خدای عشق و محبت در یک چهره ادغام شدند و آنها این کار را برای حفظ قدرت، مخفی کردن علوم و کنترل بر اعتقادات مردم انجام دادند. و برای قرنها هر کسی که جرأت می‌کرد این روایت را زیر سوال ببرد برچسب مرتد می‌خورد و ساکت می‌شد. این جمله برای شما هم آشناست، نه؟ به هر حال وقتی در عهد جدید می‌خوانید که فرستنده عیسی خدای عشق و محبت است، از خود می‌پرسید چگونه خدایی که به عشق فرمان می‌دهد می‌تواند به نسل کشی نیز فرمان دهد؟ آیا تا به حال از خود پرسیدید که چرا برخی از نوشته‌های یاران عیسی وارد انجیل شدند و برخی دیگر نشدند؟ چرا برخی از این نوشته‌ها مقدس در نظر گرفته می‌شوند در حالی که برخی دیگر برچسب مرتد می‌گیرند؟ خب جواب مداخله الهی نیست، سیاست آن خالص و ساده است. همه اینها به یک لحظه مهم در تاریخ یعنی شورای نیکیا برمیگردد که در سال 325 پس از میلاد توسط امپراتور روم کنستانتین ایجاد شد. آیین امپراتوری او میترائیسم بود، یعنی ورژنی سانسور شده و بروز شده از مهرپرستی ایران باستان. اما امپراتوری او در حال فروپاشی بود و همه جا صحبت از آموزه های عیسی بود. او به راهی نیاز داشت تا مردمش را تحت یک نظام اعتقادی متحد کند. پیروان آموزه های عیسی در حال افزایش بودند و کنترل آنها برای امپراتور روم دشوار شده بود. آنها انجیل‌های مختلفی داشتند که عیسی را کاملا متفاوت با آنچه امروز می‌شناسیم ترسیم می‌کردند. کنستانتین متوجه شد که اگر قدرتی که عیسی به آنها داده بود را از آنها بگیرد، می‌تواند امپراتوری خود را حفظ کند و برای این کار باید ایمان مسیحی را استاندارد می‌کرد تا کتابی جدید به آنها بدهد. و این دقیقاً همان کاری است که او انجام داد. بنابراین او نشست عظیم اسقف‌ها و رهبران کلیسا را در نیکیا ترتیب داد. اما نکته اینجاست که این یک گردهمایی معنوی نبود، بلکه این یک حرکت سیاسی بود. حرکتی که در آن امپراتوری کنستانتین نجات می‌یافت و اسقف‌ها و رهبران کلیسا به قدرت می‌رسیدند. کنستانتین به الهیات اهمیتی نمی‌داد، او به قدرت اهمیت می‌داد. و شورای نیکیا برای کشف کلام واقعی عیسی نبود، بلکه در مورد شکل دادن به روایتی بود که در خدمت منافع امپراتوری روم باشد. قدرتمندترین اسقف‌ها گرد هم آمدند و آنها وظیفه داشتند تصمیم بگیرند که کدام متن در داخل و کدام متن خارج باشد. درست شنیدید. انجیل‌ها و نوشته‌های بسیار بیشتری نسبت به آنچه امروزه در عهد جدید می‌بینید درباره عیسی وجود دارد. آیا تا به حال در مورد انجیل توماس شنیده اید؟ این متنی شگفت‌انگیز است که در آن عیسی مردم را تشویق می‌کند تا برای خود دانش و روشنگری بجویند. اما حدس بزنید چه؟ این وارد انجیل امروزه نشد. انجیل مریم مجدلیه که او را به عنوان یکی از نزدیکترین و مهمترین شاگردان عیسی نشان می‌دهد نیز چنین است. اما چرا اینها کنار گذاشته شدند؟ فقط به این فکر کنید که چگونه حضور یک زن به عنوان یار نزدیک عیسی می‌تواند خدای زن ستیز عهد قدیم را زیر سوال ببرد.
و البته آنها با نسخه مسیحیت مورد نظر کنستانتین مطابقت نداشتند. او به نسخه نیاز داشت که در آن عیسی هم خدایی و هم انسانی باشد، که در آن رهبران کلیسا دارای اقتدار بودند و در آن زیر سوال بردن داستان رسمی مورد بحث نبود. و این گونه شد که شورای نیکیا پایه و اساس یک دین به نام مسیحیت را بنا کرد. بنابراین متون متناسب با دستور کار خود را گرامی داشتند و دیگر متون که وارد انجیل نشدند شکار و نابود شدند. زیرا این نوشته ها قدرت درک خدا و جهان هستی را به دست افراد می سپردند، نه نهادها. در واقع عیسی چیزهایی از این قبیل می گوید: پادشاهی خدا درون شماست و بیرون از شماست و هنگامی که خود را بشناسید آنگاه شناخته خواهید شد و بر همه چیز حکومت خواهید کرد. دقت کنید که اگر مردم می توانستند خدا را در درون خود بیابند، اگر به واسطه‌ای مانند دین نیاز نداشتند که به آنها بگوید چگونه با خدا ارتباط برقرار کنند، آنگاه دین اقتدار خود را از دست می‌داد. برخی از گروه‌ها مانند گنوسی‌ها برای محافظت از این نوشته‌ها مخفی شدند. دیگران مانند کاتارها به نام حقیقت به طور کامل توسط کلیسا محو شدند. اما اگر داستان واقعی عیسی، داستان واقعی خدا در متونی که رد شده، پنهان یا نابود شدند دفن شود چه؟ اینجاست که جالب تر می شود، زیرا برخی از این متون گم شده دوباره ظاهر می شوند. در دهه 1940 مجموعه‌ای از تومارهای باستانی به نام کتابخانه نگ حمدی در مصر کشف شدند. در داخل آن 10 متن ناستیک وجود داشت که قرنها مدفون بودند، از جمله انجیل مریم مجدلیه، انجیل توماس، انجیل فیلیپ، انجیل یوحنا یا همان جان رسول. این متون دیدگاه کاملا متفاوتی را در مورد عیسی، خدا و ماهیت هستی ارائه می‌دهند، دیدگاهی که به عمد توسط شورای نیکیا سرکوب شد. هر آنچه را که در مورد خالق جهان، خدای کتب مقدس می‌دانید تصور کنید. حالا به این فکر کنید که شاگردان عیسی معتقد بودند که این جهان خالقی دارد که بشریت را در یک واقعیت دروغین به دام انداخته است و تعالیم واقعی عیسی در راستای رهایی از این بند و بازگشت به قلمرو اصلی بود. دیوانه کننده است، نه؟ خب نه تنها این باور دقیقاً باور کاتارها و گنوسیا بود، بلکه این دقیقاً همان چیزی است که آیین مهرپرستی ایران باستان آموزش میداد و مهرپرستان به آن معتقد بودند. اما اگر نمیدانید گنوسیا چه کسانی بودند، آنها پیروان اولیه آموزه‌های عیسی بودند که برداشتی کاملاً متفاوت از خدای کتاب مقدس داشتند. در حالی که جریان اصلی مسیحیت، یعنی بعد از شورای نیکیا، تعلیم میداد که یهوه، خدای عهد عتیق، تنها خالق واقعی است، آنها معتقد بودند که یهوه خدای برتر نیست. در عوض او چیزی بود که آنها دمیورج نامیدند، موجودی که جهان مادی را با همه رنج، درد و فسادش خلق کرد و خود برتر یا همان ذات خداوندی را در آن به دام انداخت. آنها بر این باور بودند که خدای واقعی و عالی، منبع واقعی همه خوبی‌ها و نورها، بسیار فراتر از چیزی است که خدا نامیده می‌شود. این خدای واقعی غیر قابل شناخت و فراتر از این دنیای فیزیکی بود. در واقع دمیورج بیشتر شبیه به یک زندانبان بود و خلقت او، دنیای مادی، زندانی برای خود برتر بود. به همین دلیل عیسی که برای ورود به اینجا جسم گرفت، در انجیل ممنوعه جان میگوید که وارد زندان آنها شدم که زندان بدن بود. و نکته اینجاست، آنها معتقد بودند که عیسی نیامده بود تا برای گناهان ما بمیرد، بلکه ما را از این توهم بیدار کند. در واقع در متون مسیحیان اولیه، عیسی بیشتر نقش یک راهنما برای نشان دادن راه خروج از زندان دمیورج به بشریت و بازگشت به قلمرو واقعی الهی را دارد. توجه داشته باشید که این عقاید باورهای حاشیه‌ای نبودند، بلکه جوامع کاملی از پیروان عیسی وجود داشتند که به این آموزه‌ها اعتقاد داشتند. بنابراین این سوالی است که احتمالاً در حال حاضر در ذهن شما هجوم آورده است. اگر راست میگفتند چه می شود اگر خدای نه عهد عتیق بلکه همه کتب مقدس واقعا دمیورج باشد؟
و بشریت هزاران سال است که خدای نادرستی را پرستش کرده باشد. در واقع اگر دقت کنید برای هزاران سال است که ادیان چیزی بیش از موعظه کتاب خود انجام دادند. به طور فعال ایده ها، مردم و کل جوامعی را که با روایت آنها همخوانی نداشتند شکار و نابود کردند. بیایید با کاتارها شروع کنیم. یک فرقه مسیحی مسالمت آمیز در جنوب فرانسه در طول قرن 12. کاتارها کسانی بودند که تعالیم عیسی را مستقیم از طرف پیروان عیسی داشتند، زیرا پس از مصلوب شدن عیسی، مریم مجدلیه و 72 شاگرد عیسی از اورشلیم گریخته و از راه دریا خود را به جنوب فرانسه رساندند. در آنجا ساکن شدند، رشد کردند تا اینکه توسط شوالیه‌های معبد یعنی راهبان جنگجوی کلیسا نابود شدند. آنها دقیقاً مانند گنوسی‌ها معتقد بودند که جهان مادی یک شبیه سازی از واقعیت است و توسط خالق پایین‌تری خلق شده است و خدای عهد عتیق را به عنوان خدای واقعی رد می‌کردند. آنها زندگی ساده و بدون خشونت داشتند و بر خلوص معنوی و ارتباط شخصی با الهی تاکید داشتند. خیلی بی‌ضرر به نظر می‌رسد، نه؟ اما اعتقادات کاتارها یک چالش مستقیم برای قدرت کلیسا بود و در سال 1209 پاپ آنها را بدعت‌گذار اعلام کرد. آنچه در پی آن رخ داد یکی از خونین‌ترین جنگ‌های صلیبی در تاریخ اروپا بود که به جنگ صلیبی آلبیژنی معروف شد. ارتش کلیسا به جنوب فرانسه لشکرکشی کرد و 10,000 نفر مردان، زنان و کودکان را سلاخی کردند. تفتیش عقاید ابزار دیگری بود که برای سرکوب هر گونه مخالفت با آموزه‌های آن طراحی شد. تفتیش عقاید فقط غیر مسیحیان یا فرقه‌های مبهم مانند کاتارها یا پیروان عیسی را هدف قرار نداد. به دنبال هر کسی که اقتدار خالق این جهان را زیر سوال می‌برد رفت. بله، درست شنیدید. دقیقاً شبیه این عمل را ارتش اسلام با زرتشتیان عربستان، سوریه، ایران و غیره انجام داد. آزار و اذیت زرتشتیان توسط مسلمانان به طور فزاینده‌ای رایج و گسترده شد و در نتیجه این دین رو به افول نهاد. بدون شک یکی از بزرگترین سانسورهای تاریخ این است که بیش از نیمی از اعراب قبل از اسلام زرتشتی بودند. در واقع زرتشتیان عربستان در دوران پیش از اسلام به مجوس معروف بودند، با لهجه متفاوت به نام عربی بحرانی. به این سکه که در زمان معاویه و در سال 661 پس از میلاد ضرب شد دقت کنید. طبق تاریخی که خواندیم معاویه پیرو پیامبر اسلام بود، پس یعنی او مسلمان بود. اما در اینجا یک مشکل بزرگ وجود دارد. بر روی سکه تصویر معاویه را می‌بینید، اما در بالای سر او نماد امپراتوری ساسانیان دیده می‌شود. امپراتوری که در سال 654 از بین رفته بود. خب حالا به پشت سکه دقت کنید. آنچه می‌بینید آتشکده زرتشتیان به همراه 2 نگهبان آتشکده است و در طرفین دایره هلال ماه و ستاره یعنی نماد امپراتوری ساسانیان است. حالا دوباره به روی سکه دقت کنید. نوشته شده است بسم الله یعنی به نام الله. اما چرا بر روی سکه‌ای که به زرتشتیت اشاره دارد باید نام خدای اسلام نوشته شده باشد؟ خب اسلام با پیامبر اسلام آغاز شد، اما نام پدر پیامبر عبدالله یعنی بنده الله بود. خب در واقع الله اشاره به خدای اسلام ندارد، بلکه هر فرد عرب زبان برای اشاره به خدا از این کلمه استفاده می‌کرد و می‌کند. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا دقیقاً مشابه همین سکه را در قرن 3 میلادی اردشیر سوم در امپراتوری ساسانیان ضرب و تا زمان سقوط امپراتوری استفاده می‌شد. به هر حال اتفاقی که از زمان کنستانتین تا پیدایش اسلام روی داد این بود که نقش میترا در همه جا و اسرار او به طور کامل پاک و آموزه‌های عیسی از بین رفتند. به هر حال اکنون سوال این است که اگر ادیان آنقدر مطمئن بودند که نسخه‌شان از خدا واقعی است، چه نیازی به کشتار جمعی وجود دارد؟ چرا به جای درگیر شدن در بحث مردم را ساکت کنیم؟ بعد از همه چیزهایی که کشف کردیم، واقعاً پدری که عیسی به او اشاره می‌کرد کیست؟
خب چه می شود اگر خدا فقط موجودی دوردست نباشد که از بالا قضاوت می کند، بلکه نیرویی باشد که در درون همه ما وجود دارد، آگاهی که رسیدن به آن غیر ممکن نیست. این ایده معنویت عصر جدید نیست، بلکه عمیقاً در حکمت باستانی مهرپرستی و در آموزه‌های عیسی ریشه دارد. این در مورد گسترش درک ما در مورد عبور از جایی است که در آن قرار داریم. بیایید به یکی از سانسورهای آموزه‌های او نگاه بیاندازیم. در مرقس 11:23 می‌خوانید که عیسی می‌گوید: به راستی به شما می‌گویم اگر کسی به این کوه بگوید برو خودت را به دریا بیانداز و در دل خود شک نکند، بلکه باور داشته باشد که آنچه میگوید خواهد شد، برای او انجام خواهد شد. دقت کردید چه شد؟ درون دل شک نکن، باور داشته باش. اما در اینجاست که با سانسور روبرو میشوید، زیرا این پروسه لازمه‌ای دارد که حذف شده است. به آیه 106 انجیل ممنوعه توماس دقت کنید. وقتی فکر و احساس را یکی می‌کنی به کوه خواهی گفت کوه دور شو و کوه دور می‌شود. او می‌گوید وقتی بتوانید افکار و احساسات خود را با یک نیروی قدرتمند پیوند دهید، آن وقت است که شما قدرت صحبت کردن با این دنیا را دارید. اما این دو یعنی فکر و احساس را در کجا پیوند می‌دهیم؟ این دو در قلب ما یکی می‌شوند. ما احساسات را در بدن خود ایجاد می‌کنیم. پس اگر فکر و احساس را درون قلبت یکی کنی و به این توانایی خودت شک نکنی بلکه باور داشته باشی، قلب امواج الکترومغناطیسی ایجاد می کند که این پاسخ را برای شما به ارمغان می آورد. آری، من درباره این سانسورها صحبت می کنم. و یا دوباره به آیه 48 دقت کنید. اگر آن دو در این خانه با یکدیگر صلح کنند، به کوه میگویی دور شو تا کوه دور شود. وقتی عیسی درباره خانه یا معبد صحبت می کند، در واقع درباره بدن فیزیکی ما صحبت می کند و آن دو همان فکر و احساس هستند. و این آموزه ها معادلات مذهب را برهم می زند، زیرا در اینجا تو هستی که دستور می دهی چه اتفاقی روی دهد. اما مذهب کاری کرد که همیشه محتاج دعا کردن باشی. به همین دلیل بسیاری از افراد با اینکه همیشه در دعا هستند اما هرگز به مقصود خود نمیرسند. و لازمه تمام اینها این است که بدانی واقعاً که هستی، واقعاً چه هستی. در واقع فرانس کومون باستانشناس و مورخ مشهور بلژیکی اولین نفری بود که پس از سده‌ها نه تنها این تفاوت‌ها را فهمید، بلکه شباهت‌های زیادی بین عیسی و میترا در آیین مهرپرستی ایران باستان پیدا کرد. هر دو به نوعی خدای عشق و محبت بودند. آموزه‌هایی مشابه داشتند و حتی اعمالی مشابه داشتند، مانند 12 یار، شام آخر یا نون و شراب. پس از پژوهش بیشتر او متوجه شد که یهودیان این شباهت را متوجه شده بودند. به همین دلیل او را رد کرد و حتی امروزه فقط 21% از یهودیان به عیسی ایمان دارند. جدای این، حضور سه بزرگ آیین مهرپرستی بر بالین عیسی دقیقاً در هنگام تولد او یهودیان را حساس‌تر کرده بود. و البته مکتوب است که عیسی بر روی صلیب به بهشتی اشاره کرد که از مهرپرستی ایران باستان می‌آید. You will be with me in paradise. یعنی پایری دایزا یا همان پارادایس، نه بهشت سنتی قوم یهود یعنی شماییم. به هر حال سوالی که مطرح شد این بود که آیا ممکن است عیسی تناسخ همان میترا بوده باشد که در سن 30 سالگی هدف از آمدنش به زمین را به یاد آورد؟ اگر از دست کسانی هستی که تناسخ را رد می کنی، پس به این دقت کن. عیسی در جمع شاگردان به یحیای تعمید دهنده اشاره کرد و گفت اگر بتوانید بپذیرید، اگر بتوانید درک کنید، او همان الیاس نبی است. اشاره مستقیم به تناسخ. در مکاشفه به ظهور خورشید و همچنین پیروزی شیر در آخر زمان اشاره دارد. طلوع یک خورشید نشان دهنده ظهور دوباره ملتی قدرتمند و معنوی در پیشگویی آخر زمان است. و شیر که در اینجا لقبی برای عیسی است، اغلب نماد قدرت، سلطنت و اقتدار الهی است.
نماد باستانی شیر و خورشید نور خورشید را با قدرت شیر ترکیب می کند که اغلب به عنوان نشانه ای از پادشاهی و عدالت تعبیر می شود. در واقع خورشید در ایران باستان با آیین مهر و نقش میترا به عنوان خدای خورشید پیوند تنگاتنگی داشت. میترا اغلب به عنوان خدای خورشید تصویر می شد که نمادی از نور حقیقت، نظم الهی و مبارزه با تاریکی و شر است. خورشید که نشان دهنده قدرت و اقتدار میترا است و شیر که نماد قدرت، شجاعت و سلطنت است، اغلب در نشانهای سلطنتی ایران باستان جفت می شدند. این نمادها نشان دهنده قدرت الهی، حفاظت از پادشاهی و حضور عدل الهی بودند، با تأثیر خورشیدی میترا که چارچوبی اخلاقی و معنوی را فراهم می‌کرد و اشاره به شیر و خورشید در مکاشفه نمادی از ظهور مجدد حکمت، خرد و اقتدار باستانی ایران زمین، یعنی اسرار میتراس در دوران مدرن است. این نمادها به طور بالقوه نشان دهنده بازگشت به ارزش‌های معنوی و فرهنگی ایران باستان است که زمانی غالب بودند. و در نهایت تمام اینها با پیروزی نهایی خیر بر شر همسو می شوند. نبردی که در دانیال 10 یهوه به آن اشاره می کند. اما چرا ایلام؟ خب در ویدیوی پسران میتراس دیدیم که میترا نجات یافتگان عصر یخبندان را در دره‌ای در ایلام سکنا داد. کسانی که به ایلامیان یعنی مردم الها شهرت یافتند. الها لقبی برای میترا به معنای وحدت مقدس است و در اینجاست که شاهزاده ایرانی یعنی خود برتر، چیزی که روح القدس نامیده می شود، دوباره باز خواهد گشت.